سلام، مریم هستم و اینجام که در کنار شما یه سری از تجربیات زندگی خودم و یه سری از خانم‌های اطرافم رو با هم دیگه به اشتراک بذاریم. توی ویدیو قبلی گفته بودم که قرار راجع به زنی به اسم سایه صحبت کنیم. سایه داستان ما به طور واقعی وجود داره و فقط به خاطر بسیاری از مسائل اسم و تاریخ ها جابجا شده. سایه مثل همه ماها توی زندگیش خیلی تجربیات تلخ و شیرین داشته، اما یکی از تجربیات خیلی مهمش که امروز میخوایم راجبش صحبت کنیم این بود که در اوایل میان سالی سایه یه تجربه خیلی از دیدگاه خیلی آمون تلخی رو تجربه میکنه، اونم از همسرش. و به نظر من هیچی تلختری از تجربه خیانت از شریک احساسی نیست برای یه زن و یا یه مرد. و سایه داستان ما این تجربه رو در اوایل میانسالی تجربه میکنه و خیلی براش دردناک بود. اونجوری که خودش برای من تعریف میکرد، میگفت اولی که این موضوع رو فهمیدم، حالا کاری به این که چجوری فهمیده و به چه طریقی بوده رو نداریم، فقط من برای این قسمتش خیلی برام مهم بود و جالب و جذاب، اینکه سایه برای من تعریف میکرد که زمانی که متوجه خیانت همسرش به خودش میشه، خب مثل اکثر ماها ناراحت میشه، گریه میکنه، شیون میکنه، عصبانی میشه، قهر میکنه و خیلی ریاکشن های خاص خودشو داشته. یه روز میشینه و با خدای درونش صحبت میکنه و از خداش میپرسه که چرا این اتفاق برای من افتاده؟ دلیلش چیه؟ من باید چه کار کنم؟ چه راهی رو پیش روی من میذاری؟ من باید از کدوم مسیر برم؟ و با قول خودمون میشینه و با خدای بالا سرش رو در رو، فیس تو فیس صحبت میکنه. خیلی قشنگ گفت یک لحظه احساس آرامش کردم و یک لحظه احساس کردم که چه خبرته؟ سایه چی شده؟ مگه چه اتفاقی افتاده؟ خب شده مثل همه اتفاقهایی که توی زندگی میفته، مثل همه اتفاقهایی که برای همه میفته در طی روز. چرا شیون میکنی؟ اصلا چرا داری فکر میکنی اتفاق بدیه؟ چرا فکر میکنی که این موضوع، این حرکتی که همسرت بهت کرده خیانته؟ چرا فکر نمی کنی که این عین رحمته برای تو؟ خیلی قشنگ بود این صحنش که به من گفت من احساس کردم که چرا من دارم به این موضوع به چشم خیانت نگاه میکنم، به چشم یک اتفاق خیلی بد که برای من افتاده نگاه میکنم. چرا من به این به چشم رحمت نگاه نمیکنم؟ چرا فکر نمیکنم که خدا این مسئله رو سر راه زندگی من، اصلا این تجربه رو توی زندگی من ایجاد کرده که من یه سری مسائل متوجه بشم؟ و میگفت که نمیدونی از اون لحظه که دیدم و عوض کردم و خیانت رو پاک کردم و به جاش رحمت گذاشتم، چه اتفاقهای قشنگی برای من افتاد، چه درهای قشنگی برای من باز شد. گفت نه اینکه فکر کنی من یهو معجزه شد و خوب شدم، آروم شدم. گفت نه، اما میگفت هر اتفاقی که میافتاد دیدم واو، من چقدر عزیزم برای خدا، چقدر دوست داشتنیم، چقدر منو دوست داشته که این اتفاق برای من افتاده. اگر این اتفاق نمیافتاد من خیلی چیزها رو متوجه نمیشدم و من همچنان همون سایه ساده و بدون هیچ تدبیری برای آیندم زندگی میکردم. گفت این یه جرقه بود، این تلنگر بود. دیگه به چشمی درد، به چشمی زخم بهش نگاه نکردم. هر باری که دردم می اومد از این موضوع میگفتم تو به من لطف داشتی،
تو اتفاق افتادی که قلب منو آگاه کنی، روح منو آگاه کنی، منو ترقی بدی. خیلی قشنگ بود. برای من خیلی قشنگ بود که این موضوع رو به این چشم نگاه کرده بود، از این دیده بود. خیلی خاص بود. براش احترام قائل شدم و بهش گفتم که واقعا تجربه قشنگی بوده، که ازش خواستم و اجازه گرفتم که این موضوع رو من بتونم اینجا با شما به اشتراک بذارم و اونم لطف داشت و گفت دوست دارم که یه سری از این تجربیاتی که دارم رو تو با دیگران به اشتراک بذاری. خب به نظر شما اگر من و شما بودیم چه واکنشی به این خیانت نشون میدادیم؟ چه واکنشی به این رفتار اجتماعی نشون میدیم؟ چه واکنشی به این مسئله نشون میدیم؟ آیا ما هم مثل سایه به این آگاهی میرسیدیم که این رنج نیست و یا اگر هم رنج هست از داخل این رنج قرار اتفاق قشنگی برای ما بیفته؟ نظر شما چیه؟ شما بودید با این موضوع چطوری رفتار میکردید؟ دوست دارم که نظراتتون رو بدونم. اگه تجربه‌ای دارید و دوست دارید عنوان بشه برام بنویسید و من هر روز در پی اینم که یه چیز زیبای دیگر یاد بگیرم از این دنیای بزرگ، از این دنیای پهناور. دوستتون دارم. خوشحال میشم که برای من نظراتتون رو بنویسید. یا حق. روز خوش.